مرا میبینید؟ مادرم رفتند. التماس مرا ترک نکن. پیتزای فرمایش دادهتون رو آوردم جناب. ما پیتزا فرمایش نداده. اما از دلتون گذراندید ها؟ کاش پیتزای با مزه می بود و گاوری نخشار میکردیم. گفتید ها؟ گفتید عقلت رو خورده ای؟ تو ما رو مسخره میکنی؟ این خیلی نبید محترم. ما با نزدیکی پیتزا. بیاید دکتر. سلام، من از بونگاه تیبی آمدم. من دکتری اولویتون تشبلات ایگم برده. کسلی قزلچه پان شده است، معاینه میکنیم. خوش آمدید. نه قزلچه دست خطی میگذارد. یک کیلومتر دور استد. مهمان در آستانه ایستاد عیب است، برای همین آن را میپوشیم. در اینجا راست ایستادیم، با درون نمیگذاریم، با فکرم میگذاریم. مرحبا. چه خیلی کسلی پان شده است؟ قزلچه فرانسوی پان شده است. بیماری خیلی خطرناک. یگان جای بدنتون میخورد. نه. آدمانی که بیمارند یگان جای بدنشون نمیخورد. مثلا با من نگاه کنید. مثلا در میان من خارش خیلی بلند است، برای اون که من با این بیماری گرفتار نشدم. من خلق رو باید معاینه کنم. تنجی از بازقیر؟ خانم افسوس که تنجی نیست، کاش که تنجی می بود. قزلچه فرانسوی پان شده است. در حقیقت این گپتون درست است؟ با گیپاکرات قسم میخورم که گپم درست است. من باید هر یک شما رو در الوهیدگی از تشخیص گذارونم. این چه ها میگوید بازقیر؟ شنیدی که گلپری بیماری پان شده است، دکتر آمد معاینه میکند. خانم گرامی، شما در میانتون یگان خارش دارید؟ نه، برای آن که شما بیمارید. آه خدا، باید معاینه کنم.